مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 15 و 16 دکامبر سال 2023 در سه صدمه نقلیاتی در جنوب تاجیکستان 4 نفر از جمله یک کودک 6 ساله به هلاکت رسیده، یکی دیگر جراحت برداشته است. از جمله شب 15 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 21:40 راننده ماشین تمغه تویوتا میرزایف سید اکبر سال تولدش 1992 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از خیابان اسماعیل سامانی به سمت جماعت دیوت زیرکی در حدود موضع گلبوغ از سمت مقابل حرکت رو برآمده به ماشین تمغه دیو نیکسیا تحت اداره راننده قرایف لطفالله سال تولدش 1983 ساکن همین شهر برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه دیو نیکسیا قرایف و مسافرش پولوتو و ریحانه سال تولدش 1982 ساکن شهر کولوب جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده ماشین تمغه تویوتا میرزایف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نیمه دوم روز 15 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 16:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا قربانوف حکمیدین سال تولدش 1996 ساکن نویه جامی هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات آریان نویه کوشانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خرسال تاووشف یوسین جان سال تولدش 2017 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه کودک 6 ساله جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شب 16 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 02:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا محیدین مومن جان نجم دین زاده سال تولدش 1992 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت نویه 5 در شورای دوشنبه 5 پایان در حدود نویه بلخی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد عبدالرسولوف شریف سال تولدش 1955 ساکن نویه خوبالینگ را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد عبدالرسولوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.